سلام دوستان، از گروه یوتیوبی تحلیل سکه بیت کوین بورس در خدمتتون هستم با تحلیل در واقع آپدیت نماد سکه. واسه تحلیل های گذشته هم هست که میتونید اونا رو برید چک کنید. دیدنش خالی از لطف نیستش که به چه درستی به لطف علم تکنیکال تونستیم کف و سقف رو درست تشخیص بدیم. حتی الگویی هم که تو ذهنمون بودش روی این سقف ما نظرمون یه الگوی سر و شانه بود که این اتفاق تا اینجا اومد. نکلاینمون هم زده شده. هدف اولی که بهتون داده بودیم 10,850,000 تاچ شد. در ادامه واسه ما عدد 10,500,000 مهم هسته، چنانچه 400 بتونه این مارکت زیر این در واقع میشه گفتش که حمایت 10,858,000 تومان 400 زیر این عدد بمونه تثبیت بده، میتونیم منتظر عدد 10,500 باشیم. 10,500 سکه به عنوان تارگت دوممون باشه. ممنون که ما رو دنبال میکنید. چنانچه از دوستان جدید هستید میتونید علاوه بر زدن دکمه سابسکرایب دکمه زنگوله هم بزنید که از جدیدترین آپدیت های ما با خبر بشید. میتونید کانال ما رو چنانچه راضی بودید به دوستانتون هم معرفی کنید تا بتونن از تحلیل ها استفاده کنند. موفق و پرسود باشید دوستان.